این وضعیت چقدر طول میکشه؟ ادامه بدیم؟ به چی ادامه بدیم؟ چند بار دیگه باید بگم جهان گلپنا رو من نزدم. من از قضیه‌های شرکت و اینا سر در نمیارم، ولی تا جایی که فهمیدیم تو مسائل کاری دوچار مشکل شده بودین. بین تمام شرکا مشکل وجود داره، اما قضیه به این سادگی نیست. آقا جهان میخواسته شرکتشو با تو به هم بزنه. قضیه چیه پس؟ میخواین دوباره از اول همه چی رو تعریف کنم؟ آره؟ موکلم که چند بار براتون توضیح داد یه سری اختلاف نظر بینشون وجود داشته، در همین حد. برای همین دعوا کردن؟ سر همون اختلاف نظرها؟ برای همین درگیر شدن؟ ما درگیر نشدیم. این دیگه از کجا در اومد؟ اسلحه رو کجا انداختی؟ خدایا کمک کنی شکنجه تموم بشه. نه آلپر خان، چه شکنجه ای؟ این حرفا چیه؟ اختیار دارین. ببین برادر من، یا بندازینم زندان یا برم کنین برم خونه تمومش کنین. یکی از همین دو کارم انجام میدیم. اول آقا جهان بیاد شهادت بده، اون وقت تصمیم میگیریم. آقا جهان اظهارات موکلم رو تایید میکنه جناب بازپرس. اگه نیت بدی نداشته باشه. چرا فکر میکنه نیت بدی داره؟ رقابت. دنیای تجارت دیگه، خودتون بهتر میدونید. گرسنه نیستی؟ بگم غذا بیارم؟ بله. سلام. خوش اومدی آزارخش. متشکرم. جهان چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ خوبم. تمام فیلمای دوربینای جلوی کافه رو از بین ببر. الان مامورای پلیس جلوی درم میخوان اظهاراتتو ثبت کنم. بگم بیان تو؟ بیان. باشه. الان آزارخش تازه به هوش اومده. بگو فردا بیان. جهان بگو بیان. اما جهان بیان. آقای پلیس بفرمایید. خدا بد نده آقا جهان. اگه حالتون خوبه میخواستم اظهاراتتون رو ثبت کنم. خوبم، بفرمایید. کسی که شما رو زده دیدین؟ بله دیدم. خیلی عالی. تشخیص دادین کی بود؟ نه. یعنی چی؟ نمیشناختمش. مطمئنین؟ بله مطمئنم. باشه. خودتون تو این مورد به کسی مشکوک نیستین؟ تو تاریکی درست نتونستم تشخیص بدم چه شکلی. شبیه معتادا بود. معتاد؟ شایدم خبرنگار چیزی بود. یه جوری نگاه میکرد شاید منو با کسی اشتباه گرفته بود. نمیدونم. فهمیدم. یکی از کارمنداتون شما رو در حالی که با آلپر تکین درگیر شده بودین دیده. اشتباه کرده. از نظر اندام یه مقدار شبیه آلپر بود. برای همین فکر کرده که اونه. ممکنه. با آلپر تکین درگیر نشدین؟ اصلا آلپر شریکمه. گاهی سر مسائل کاری با هم به اختلاف میخوریم ولی دعوا نکردیم. همچین چیزی نیست. یعنی شما با قاطعیت میگین کسی که بهتون شلیک کرده آلپر تکین نیست؟ بله. باشه. پس با توجه به گفته‌های شما ما باید دنبال یه شخص معتاد یا یه خبرنگار باشیم. پس یه سر تشخیص بیارین افراد سابقه دار رو ببینید. باشه. بهتر که بشم میام. باشه. خدا نگهدار. ممنون. خیلی نگرانت شدم. خوبم قربونت برم. خوبم. تو چطوری؟ خوبی؟ منم خوبم. بابامم خوبه. خیلی ناراحت شدم. تو اومدی عیادت ولی اشکال نداره عزیزم. من فراموش کردم. یه سوالی دارم. بابا تو کی زده؟ نمیدونم. بابا بزرگم هم نمیدونه. نگران نباش. بابات خوب میشه. معلومه که خوب میشه. عزیز دلم قربونت برم. میبوسمت.
خوش اومدین. تشکر سلما. آقا جهان چطورن؟ خدا رو شکر خوبه. بیا بگیرینا. سلما غذا چی داری؟ پناه بر خدا. گوسفند فکر جونشه، قصاب دنبال دنبه میگرده. دختر بابا تو بیمارستان داغون سراغ غذا میگیری؟ والا آدم شاخ در میاره. بابام چطوره؟ خوبه پسرم، خوبه، یکم بهتره. طرفو گرفتن؟ بابا بزرگ، بابام چطوره؟ قبراق، سر حال، باور کن. بیدار شده، غذا خورده، گفت من چرا اینجام. راستشو بگو. راست میگم به خدا. پس من یه زنگ بزنم صداشو بشنوم. نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. چرا انقدر با من بد رفتاری میکنی؟ مگه من چی کارتون کردم؟ هر کاری میکنم بده، هر چی میگم اشتباه، فقط ازم ایراد میگیری. تقصیر من بود که تو بیمارستان جابجا شدی. اگه تو بیمارستان جابجا نمیشدی بازم این رفتار رو میکردی. من خواهر واقعیتم اوزان، نوه واقعی شما، دشمنتون نیستم. بس کنید دیگه، بس کنید. دخترم ولش کن، بذار بره. چی آزرخ؟ چیه؟ هیچی، چیزی نیست. خیلی خوب، من فعلا برم، بعدن میبینمت. تو رم خسته کردیم، ببخش. دیگه همچین حرفی نزن، ما دوستیم. یادت نره چی گفتم همین الان؟ یادم نمیره. میبینمت. مرسی که اومدی. بچه ها اینجا بودن، به زور فرستادمشون خونه. دوست نداشتن از پیشت برن. معلومه که دوست ندارن دلارا. من باباشونم. نمیخواد بیاد قربان. خوبه، بذار گشنه بخوابه. اوزان خیلی با دختر بد رفتار میکنی، بسه. آیسا گیر نده. شاید من دلم نمیخواد دوستش داشته باشم. نمیگم که بغلش کنی، ولی انقدرم بد رفتاری نکن. مگه چی کارت کرده بیچاره؟ شاید یه کاری کرده. من به یه چیزایی شک دارم جانسو. چی شده؟ کاری کرده؟ بگذاریم. اوزان یه حرفی زدی باید تا آخرشم بگی. کاری کرده؟ تو چرا ازش دفاع میکنی؟ چرا انقدر دوستش داری؟ چرا طرفداریشو میکنی؟ اگه یکم دیگه رو بهش بدی از خونه پرتت میکنه بیرون. دیوونه شدی؟ بس دیگه چرت و پرت نگو. تو احمقی، احمق. احمق خودتی. بس بچه ها دعوا نکنین. امینه بفرمایید آقا راهمی. اون قضا رو صدا کن، بگو بابا بزرگت کارت داره. چشم. میگم بچه ها حالا که پسرم ببین، حالا که قراره تو یه خونه زندگی کنیم باید با هم کنار بیاییم. باعث تو هم خیلی به غزل رو میدی ها. یکم متعادل باش دخترم، اینجوری که نمیشه. بزرگ. اجازه بده اوزان، تو هم خیلی واضح نشون میدی ازش بدت میاد. یکم سیاست داشته باش پسرم، یاد بگیر. اینطوری نباش. تو ازش خوشت میاد؟ چه خوش اومدنی، ندید بدید. از بازیاش متنفرم. هر حرفی میزنی ذوق میکنه، واسه غذا ذوق میکنه، ولی چی کار میشه کرد؟ مادرتون دوستش بابا داره. بزرگ. حقیقت آیسو دروغه. ما باید همه چی رو بهش یاد بدیم، چاره دیگه ای نیست. چی کار کنیم دیگه آخه؟ بیا غزل جون، بیا عزیزم، بیا بشین. ببین غزل جون، برات سوء تفاهم پیش اومده. ما خیلی دوستت داریم. اوزان برادرته، برادر خودته. مگه میشه دوستت نداشته باشه؟ خیلی دوستت داره، مگه نه اوزان؟ آره خیلی دوستت دارم. منم همینطور عزیزم.
من بابا بزرگتم، بابا بزرگ واقعیتم، تو نوه خودمی. اما من عصبی هستم عزیزم، دست خودم نیست. کار اشتباهی که میکنی یهو به هم میریزم. تو هم خانوم باش. من جونمو فدات میکنم، جونمو. عزیزم بیا تو بخرم. آخیش بیا داداشتم بغل کن. بیا برو. پاشو اوزان جون، پاشو. باباتون اونجا با جونش دست به یقه است، شما اینجا سر چه چیزای علکی با هم دعوا میکنین. آفرین. برو بشین غذا تو بخور. بیا خوشگلم. امینه بفرمین قربان. من تو آشپزخونه چیز دیدم از این شیرینی خوشمزه ها. بله. داری؟ بیار ببینم زود. همین الان. خب چه خوب، 3 تا نوه هام کنار خودم. آلپر اومدی؟ اومدم عشقم. خوش اومدی. زبونم مو در آورد، بس که 100 بار تکرار کردم. ولش کن، فکرشو نکن. اومدی دیگه. پای تلفن تعریف نکردی، چی شد ولت کردن؟ جهان بهشون گفته، من نزدمش. شوخی میکنی؟ چه شوخی، وگرنه چه جوری آزادم کردن؟ چرا اینو گفته؟ چه میدونم. حتما یه نقشه‌ای داره. یعنی چی؟ نمیدونم، ولی فکرشو بکن. همچین فرصتی داشته و استفاده نکرده. به نظر من که مشکوکه. آلپر، از این به بعد باید خیلی حواسمون جمع باشه. جهان، میشه وقتی حالت بهتر شد بری اداره پلیس و عکس‌ها رو ببینی؟ کسی که منو زد آلپر بود. چی؟ جهان آلپر تو رو زد؟ آره. خب پس چرا به پلیس نگفتی؟ چی میگفتم؟ میگفتم زنم یه برادر نامشروع داره. زنم نمیخواد سهمشو بده، نمیخواد سهم ارثی باباشو بهش بده. میگفتم به این دلایل آلپر اومد به من شلیک کرد. خیلی ممنون که به فکر منی. من فقط به تو فکر نکردم دلارا، به همه خانواده‌ام فکر کردم، به بچه‌هام، به خودم، به این که کسی نفهمه زنم به خاطره ارث و میراث کارو به این جاها میکشونه. اما من فکر نمی کردم کار به این جاها بکشه جهان. دلارا، پول، دارایی، ملک، ثروت برام اهمیتی نداره. من فقط عشق، آرامش، خوشبختی میخوام. فقط چیزایی میخوام که تو نتونستی به من بدی. الان من راحت بذار. قلبش خیلی ضعیف میزنه، زود باشید. زود باش، سریع. دستگاه شوکو بیارین. خیلی خوب.
بیشترش کن. بیشتر. بیشترش کن. بیشتر. جهان، فقط یه خواهش ازت دارم. مواظب دخترامون باش. Su gibi gözlerin yağmur bahar, bin hayat getirdin aşksız ömrüme. Kalbim ebediyen bağlıymış sana, her parçam seninle. Yüreğimi söküp aldı yerinden, gözlerin tesadüf değil ki bana. Öbür yarım kaldı senin yanında, ne konuşur ne de susar. Aşk tutuşur eline dokunmadan, söz geçmez kalbime yar. Ah, tut beni, her yanım paramparça, kaderim elinde yar. Ne kalır ne gider, ne başlar ne biter, ne zaman seni görsem aklım evinden gider. Ne kalır ne gider, ne başlar ne biter, ne zaman seni görsem aklım evimden gider. Kim baksa yüzünde seni görecek, ben gitmek istesem aşkım sürecek. Hayat aynı yerden bağladı bizi ve asla çözülmeyecek. Aşk tutuşur eline dokunmadan, söz geçmez kalbime yar. Ah, tut beni, her yanım paramparça, kaderim elinde yar.
عصر جمعه میای؟ آهان خوبه. گزل؟ آره خونه ماست. نمیدونی یه اتفاقایی افتاده که نگو و نپرس. ابراهیم سلام میرسونه عزیزم. تو هم سلام برسون. اونم بهت سلام میرسونه. خیلی دیر نکن باشه. شاهین هلاک میشه بس که منتظرت مونده. باشه عزیزم هر چی تو بگی نگران نباش. راستی ابراهیم موقعی اومدن از اون پنیر محلی که شاهین خیلی دوست داره از اون بخر. باشه عزیزم. باشه خدا نگهدار. دوباره نمیخوای منو تا ایستگاه اتوبوس برسونی که؟ منم میام. آخه اینجوری فکرم همش پیش تو. بابا دریا بحث هر چی میخواد بشه اصلا مهم نیست. پس رسیدی زنگ بزن. باشه نگران میشم زود زنگ بزن. سرنوشت این دختر چی میشه؟ سلام دخترم. پول آوردی؟ نه اومدم همینو بگم. پولی که ازم خواسته بودید و عصری میتونم براتون بیارم. اشکالی نداره؟ چاره ای نیست دیگه. باشه. یه سوال دیگه هم داشتم. میشه جمعه خونه رو خالی کنین؟ من شرایطم خاصه. نه عزیزم من میتونم شنبه عصر کلیدا رو بهت بدم. باشه ممنونم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. بیا صابونه بخوریم. بگی بخواب تو بابا. هرچی که گوشت تازه پیاز میخوره که اشتهاشم واشه. شین دیگه کیه؟ کرمان خانم؟ بله. اینجا رو امضا کنی. واسه چی امضا کنم؟ از بانک نامه اومده. از بانک نامه اومده؟ چیه؟ کجا؟ اینجا؟ ممنون. خوش اومدی. آی بیچاره شدیم. سوختیم. اونم چه جور سوختنی؟ چی شده؟ بیا از بانک نامه اومده. اولین قسط رو ندادیم حالا تصاعدی داره میره بالا. بده ببینم. اوه خیلی زیاده. معلومه که زیاده. میخوای چی کار کنی؟ چه میدونم. پس کی باید بدونه؟ عوض جان یه کاری بکن. من پولی برام نمونده. عوض جان ببین برای اینکه تو رو بتونم از اون زندان در بیارم رفتم گردنم و جلوی آقا رامی کج کردم. دار و ندارم من باختم. حالا میخوای خربازی در بیاری غذا رو برگردونی سر جاش؟ تو اول خونه رو پس بگیر. خونه فقط سوال من اینه چرا اون همه پول دادی یارو خورد رفت ها؟ چیه خورد دارت بگردم؟ من همه پول دادم به آقا رحمی. دیدم به آقا رحمی. منم باورم شد. اون قدرام گاو نیستم کریما خانم. من خودم زنگ زدم به وکیل. همه رو از اول برام تعریف کرد. اون وقت تو همه چی ازم داری مخفی میکنی. خجالت نمیکشی میای جلوم راست دروغ میگی؟ وای که چقدر تو قدر نشناسی. اصلا قدر نمیدونی. آخه آدم انقدر نمک نشناس. ای خدا چرا هرچی آدم چای سفید و ریختی دور من؟ آخه آدم قبل از اینکه دهنشو واکنه یه ذره اون مغزشو به کار میندازه. کی فرستاده دالمان؟ کی بلیط برات خرید؟ کی این همه سال از سلامتت مراقبت کرد؟ هر کاری میکنم به چشمت نمیاد لایک من ببینم. ای خدا جونمو بگیر. آبجی باشه بابا بس کن گریه نکن. یه رای پیدا میکنی. چجوری پیدا میکنی؟ عاقل باش. برو قشنگ با آقا رامی بشین حرف بزن. باشه اینقدر حرف نزن. یه کاریش میکنی. آخه چی کارش میکنی؟ آبجی چیه؟ گریه ی آدمو در میاری و ده دیگه آبجی تو عکس آیسا رو داری؟ این راه حل بود به ذهنت رسی؟ از ذهنم بیرون نمیره. منو باش عوض جان. نکنه تو دختر خودتو میخوای؟ وای
بخوا آبجی، بخوا والا. حالا که اونا غزلو نمیدن تو هم دختر خودت آیسا رو بگیر. یا آیسا رو میدن یا 200,000 یورو باید اخ کنن. ها منو ببین، اگه تو بری دادگاه که چه خبرها بشه. از عقلت استفاده کن کچل، فهمیدی؟ آزجان. ها آبجی، آبجی جان، با تو هم آزی. چند روز باید تو خونه استراحت کنی قربان. دارم تاکید میکنم آقا جهان. باشه چشمای دکتر. خیلی ممنون. واقعا متشکرم. روز بخیر. خیلی ممنون. بده خودم میپوشم. جهان الان بریم خونه دیگه. من خونه نمیام دلارا. مریضی، با این حال جایی نرو. من مواظب خودم هستم. الان خوبم. سورپرایز. بیاین این بچه عشق. بابا جون خدا رو شکر که خوب شدی. ممنون دخترم. پسر. سلام بابا. چطوری پسرم؟ بهتری بابا. اومدیم تو رو ببریم پسرم. بیا بریم. خیلی خوب بریم. همشون از سر میز برداشتم و بردم. بابا جون کار خیلی خوبی کردیم. نمیتونستم رازیش کنم بیاد خونه. بیا بریم. صبح بخیر. صبح بخیر. خوش اومدین آقا جهان. بهترین؟ ممنون. خوش اومدین قربان. خیلی نگرانتون بودم. خدا بد نده. بابا ببین چی برات حاضر کردم. ای خدا. دست درد نکنه دخترم. دختر خوشگلم قربونت برم. ممنونم عزیزم. ممنون دخترم. خیلی با سلیقه‌ایه. واقعا قشنگ شده. خواهش میکنم. الو جانم. جهان مرخص شد. آره مرخص شد. اومد خونه؟ نمیخواست بیاد. بابا بچه ها رو آورده بود بیمارستان، مجبور شد بیاد خونه. خب بهتر. دلارا به تعادل طرحهای سرمایه گذاری یه نگاهی انداختم. امکان جدایی وجود نداره. دیدی؟ حالا فهمیدی چرا نمیخوام جدا بشم نه؟ آلپرم رو سرم خراب شده. من نمیتونم باهاشون در بیافتم. همین که جهان اداره کنیم کافیه. با جهان خوب باش. بهش محبت کن. سعی خودتو بکن. نمیتونم جانان، ازم بر نمیاد. عزیزم همیشه نباید کاری که دلمون میخواد انجام بدیم. باید سیاست به خرج بدی. مجبوری. گفتنش خیلی آسونه. من دیگه نسبت به جهان هیچ حسی ندارم جانان. اونقدرم سخت نیست دلارا. کشش نده. بهم گوش بده. بشین قشنگ با جهان حرف بزن. بگو همه چی رو درست میکنی. سلمى جون یه تخم مرغ بده برای سوپ میخوام عزیزم. الان امینه جون. یه دونه پیازم بده. الان. مثل این که امشب آقا جهان اینجا میمونه. آره عزیزم حتما میمونه دیگه. تفلکی. چی شده؟ چرا گفتی تفلکی؟ گناه داره بیچاره. شانس نداره. اما دلارا خانوم همه کاراش ساختگیه، دروغه، پوزه. داشت با یکی تلفنی حرف میزد. میگفت ازم بر نمیاد به جهان محبت کنم. آره بیچاره تنهاست. خیلی تنهاست.
این تنهایی داغونش میکنه. ولش کن به ما چه؟ ما به کارمون برسیم. ولش کن اصلا دیگه. اون غزل جادوگرش هم معلوم نیست چقدر اینجا میمونه. زودتر بره راحت شیم. بفرمایید بشینین لطفا. بدی مدیر بودن همینجاست. آدم خودشو تو شرایط سختی حس میکنه. خودتون اذیت نکنین. فهمیدم میخواین اخراجم کنی. به خاطر کاراییتونه. بله میدونم. باید ببخشیم. فقط یه سوالی داشتم. من مساعده گرفته بودم، اون چی میشه؟ بمونه پیشتون به عنوان تصفیه حساب. خیلی ممنون. روز بخیر عزیز. روز بخیر. خداحافظ بچه ها. خسته نباشید. بیچاره. آره قسمتش تا اینجا بوده دیگه. بفرمایین قربان. سوپ مرغ. این سوپ واسه مریض است. مگه من مریضم؟ تازه از بیمارستان مرخص شدی؟ تو درست کردی؟ مثلا الو دلارا، کار انجام شد عزیزم. واقعا؟ آره یکم پیش اخراج شد. فقط مساعده‌ای که گرفته به عنوان تصفیه حساب پیشش میمونه. بذار بمونه، ایرادی نداره جانم. بازم ازت خیلی ممنونم. خواهش میکنم. جهان چطوره؟ بهش توجه میکنی؟ خوبه، خیلی بهتره. دارم سعی خودمو میکنم. بینمون خراب شده، باید بازم درست بشه. هیچ کس بالای سر شرکت نیست. دلارا تو کاریو که بخوای بکنی میکنی. الان یه نفس عمیق بکش. نگران نباش، خودش درست میشه. باشه. مرسی، میبینمت. خوب بود، عالی بود. بابا تو حالت خوبه؟ آره دیگه عزیزم. ببین خوب شدم. تو منظور منو فهمیدی مگه نه بابا؟ فهمیدم. میشه بعداً در موردش حرف بزنیم. باشه، اما حرف میزنیم، قول بده. من کی به قولی که دادم عمل نکردم؟ هیچ وقت. بیا یه قاشق دیگه هم بخور. من بهت بدم؟ خوردم دیگه دخترم. بخور دیگه، من میخوام بدم. از دست تو زهر هم باشه میخورم. بیار 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 بیار. ممنون دخترم. آیسو زود باش دخترم، برو لباستو بپوش، آماده شو. غزلم داره آماده میشه، تو هم باید بری مدرسه. نه امروز نمیرم. بابا یه چیزی بگو دیگه، نمیخوام امروز برم، خواهش میکنم. برو چند روزه نمیری از درسات عقب میافتی. برو عزیزم. بابا تو عصر میبینی اینجاست، جایی نمیره. بوسم کن. موفق باشی. جهان باید حرف بزنیم. برای همین بچه رو فرستادی؟ آره؟ وگرنه درس و اینا برات مهم نیست؟ معلومه که برام مهمه. گوشیمو میدی؟ بذار از نگرانی درت بیارم. اون شب 3 بار بهت زنگ زد، از اون به بعدم دیگه زنگ نزد. باشه گوشی رو بده. جهان خواهش میکنم.
بیا یکم عاقلانه رفتار کن. بچه‌ها خیلی خوشحال میشن وقتی تو رو تو این خونه میبینن. ببین، فکر کردی اگه منو کت بسته بیاری خونه و بچه‌ها رو جمع کنی همه چی مثل قبل میشه؟ آره؟ اشتباه میکنی. خوشبختی خود به خود به وجود میاد دلارا. ما از پسش بر نیومدیم، نتونستیم. روی این حساب دیگه دست از لجبازی بردار. گوشیمو بده. جهان بده. جهان گذر چطوری؟ کجایی؟ خیلی خوب. باش. پالتومو بده. جهان جایی میری؟ جایی میری؟ آره میرم بیرون. اما تازه از بیمارستان مرخص شدی. آره تازه مرخص شدم. خسته نباشی. ای والا آونگین میشه این ماشینو بهم قرض بدی؟ داداش دم دره. ممنونم داداش. حسن جان باکش خالیه پرش کن. ای بابا این باک 10 سال پیشم خالی بود، نگران نباش حلش میکنم. گذر حالت خوبه؟ خوبم گذر. تو چی؟ منم خوبم. تو گذاشتی تو دستم. آره چیز دیگه ای نداشتم بهت بدم. اینو یادت میاد؟ با آیسو با هم کنده بودیم. روز خیلی قشنگی بود، شاید قشنگترین روز زندگی. اومده بودی بیمارستان منو ببینی. دلارا بد رفتاری کرده. آیسو بهم گفت. وقتی شنیدم چه اتفاقی افتاده دنیا رو سرم خراب شد. میخواستم پیشت باشم ولی نتونستم. شاید درستشم همین بوده، جور دیگه ای ممکن نیست. سلام علیکم. علیکم سلام، خوش اومدی. یه کارت شارژ اینترنت بدید. بله، چقدر شارژ داشته باشه؟ 20 تا. بله بفرمایید. ممنون. 20. خدمت شما. ممنون. روز بخیر.
اوه جهان، جونم. ما دیگه همدیگه رو نبینیم. واقعا میگم. گزل آیسو سلام، من باباتم. عزیزم. واقعا بابای خودمی؟ آره، بذار کارتمو بهت نشون بدم. نه لازم نیست. من شما رو شناختم، یعنی عکستون دیده بودم. واقعا؟ البته اون موقع مو داشتم. بابا عزیزم